یه وقتایی وارد یه سری خونه ها که میشین انرژی خیلی خوبی دارن و حس خیلی خوبی بهت دست میده. امروز میخوام راز این خونه ها رو بهتون بگم. اصول فنگ شویی کمک زیادی به تعادل و هماهنگی عناصر دکوراسیون میکنه که باعث ایجاد انرژی درست و مثبتی میشه. از مهمترین چیزهایی که باید در فنگ شویی رعایت کرد، استفاده از رنگ‌های مناسب، اشکال مناسب و در نظر گرفتن جهت‌های مناسب بر اساس 5 عنصر و عدد کوه هست. اصول فنگ شویی از 5 عنصر پیروی میکنه: آب، چوب، آتش، خاک و فلز. قسمت غرب و شمال غربی این خونه از رنگ خاکستری و سفید به عنوان عنصر فلز استفاده شده و در کنارش هم تلویزیون قرار گرفته. این مبلای جذاب با رنگ‌های طوسی، سرمه‌ای و کوسن‌های زردش تعادلی بین 3 عنصر فلز، خاک و آب ایجاد کرده و در عین حال هارمونی قشنگی با هم دارن. از گیاهان در کنار میز ناهارخوری استفاده کردند که نماد عنصر چوب و طبیعت هست. روبروی میز غذاخوری از یه آینه استفاده کردند که برکت و صمیمیت فضا رو بیشتر میکنه. تیم معماری داخلی و فنگ شویی آرکلوتوس متشکل از طراحان و کارشناسان آموزش دیده با سابقه چند ساله در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی، مشاوره چیدمان و علم فنگ شویی هست که ارائه خدماتشون مختص افرادیه که خواهان زیبایی، آرامش و محیطی سرشار از انرژی‌های متعادل هستند. خدمات این شرکت شامل طراحی و اجرای معماری داخلی ساختمان، آموزش و مشاوره فنگ شویی، چیدمان مبلمان بر اساس علم فنگ شویی، طراحی، تأمین و اجرای سیستم سقف و دیوار کاذب و متریال‌های داخلی، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی، اداری و منازل بر اساس علم فنگ شویی و همچنین بازسازی و نوسازی هست.